ببین برای چی آوردم، درستش کن و لذتشو ببر. این یک کیک کرامبل آلو بی‌نظیره. برای درست کردنش کافیه تخم مرغ‌ها رو داخل یه ظرفی بشکنی و اونها رو به هم زن خوب همشون بزنی. بعد از اینکه تخم مرغ‌ها اصلا باز شدن، شکر رو بهش اضافه کن و وقتی رنگش کرمی شد روغن اضافه کن و همش بزن. شیر رو هم مخلوط کن. پوست پرتقال یا پوست لیمو ترش هم داخلش رنده کن. آب نصف لیمو ترش هم بگیر و کنار بذار. حالا آرد قشنگ علک کن، هم بزن، مخلوطش کن. من برای اینکه پف بهتری داشته باشه 2 پاکت پودر بیکینگ پودر استفاده کردم. بعد از اینکه بیکینگ پودر رو با آرد مخلوط کردی دوباره علک کن، داخل مواد بریز، همشون بزن. در نهایت آب لیمو ترش رو بهشون اضافه کن و مخلوطشون کن. حالا مواد کرامبل رو درست میکنیم. البته کرامبل رو اول از همه درست میکنیم، داخل یخچال نگه میداریم که مایه کیکمون خراب نشه. دقت کنید که تارت و کرامبل رو حتما باید با نوک انگشتاتون ورد بدین که کره آب نشه. قالب کیکو با کره چرب کردم، آرد پاشی کردم، حالا مواد رو داخلش میریزم. روی مایه کیک آلوهایی که اسلایس کردم رو میچینم و در نهایت مواد شنی کرامبل رو روش میپاشم. ببین نتیجه چقدر فوق العاده است. نوش جون.